جناب پروفسور امیرحسین ذکرگو، استاد هنرهای شرقی و اسلامی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی. جناب پروفسور به برنامه ما خوش اومدید. عیدتون مبارک. عید شما و دوستان دیگه هم مبارک و ممنونم که دعوتم کرد. خیلی ممنون، باعث افتخار ماست. خب جناب پروفسور، اصلا چرا میگن 7 سین نمیگن 8 سین 10 سین؟ دلیلش چیه؟ عرضم به حضورتون عدد 7 عدد مرموز و مقدسیه که از قدیم الایام، یعنی از دوره‌هایی که شاید حتی ما تاریخی ازش نداریم، اشاراتی بوده که نشون میده که عدد مهمی بوده. توی ادیان ما اشاره داریم به 7 طبقه آسمان و حتی گاهی وقتا 7 طبقه جهنم. و بعد این 7 نمادیه، هم رمزآلود هم نماد بیکرانگیه. لذا هیچ عجیب نیستش که ما میون این همه اعداد 7 انتخاب شده برای یک مقوله مبارکی مثل نوروز. همیشه این سوال هستش که چرا 7 تا سین، یا به قول قدیمی ها میگفتن 7 شین، چون ریشه این 7 سین میون متفکرها متفاوته. بعضی ها میگن که این 7 شین بوده قبل از اسلام که بعد به 7 سین تبدیل شده، و بعضی ها اعتقاد دارن که 7 چین بوده که از چیدمان میاد. درست. یعنی 7 چیز چیده میشده. بله. و در هر صورت این عدد 7 ثابته توش. مقولاتی که یعنی اقلامی که توی سفره 7 سین ما داریم، خب همه میدونیم. سبزه هست، سمنو هستش، سنجد هست، سیر هست، سیب هست، سماق، سرکه، سنبل و سکه، که اینا رو که من گفتم شد 9 تا. بله. یعنی اینکه خب چون انتخاب آزادی وجود داره، ما یه تعدادی هم شاید بیشتر میگذاریم، ولی همه اینها نمادی هستند که به مفاهیم عمیق‌تری از ظاهر داستان و از سین فقط اشاره دارند. میشه بفرمایید اشتراکات و تفاوت‌هایی که آیین نوروزی باستان با ملل دیگه داره یا با کشورهای دیگه‌ای که نوروز رو مثل ما جشن میگیرن، مثل تاجیکستان، افغانستان، چه شباهت و تفاوت‌هایی میشه بین اینها پیدا کرد؟ همه کسایی که نوروز رو جشن میگیرن در یک موقع خیلی مشخص اینو جشن میگیرن که ما در اعیاد دیگه نداریم. یعنی ما در تقویم‌های دیگه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که فرض بفرمایید سال نو مسیحی از نیمه شب شروع میشه، دقیقاً رأس ساعت 12. خب سال جدید شروع میشه. درست. بعد این ساعت 12 اینجا با ایران با چین فرق میکنه. نوروز اینطور نیست. نوروز اینطوره که با دقت ساعت و دقیقه و ثانیه این اتفاق میفته و لذا یکی از دقیق ترین شروع های سال نو هستش و این وجه مشترکیه که در واقع همه اونهایی که نوروز رو جشن میگیرن دارن و با رویش بهاری و اعتدال بهاری. اولا قدمت نوروز رو بعضی از محققین تا 3000 سال گفتن. ببینین هر سال 2 نقطه اعتدال داره، یه اعتدال بهاریه، یه اعتدال پاییزی. حالا اعتدال بهاری پاییزی یعنی چی؟ حالا انگلیسیش هم میگن spring equinox یا autumn equinox. این زمانیه که خورشید تابشش به نیمکره شمالی و جنوبی به یک اندازه است. درست. این یک لحظه خاص اتفاق میفته که این لحظه دقیقاً بر نوروز منطبق میشه اعتدال بهاریش. تقویمی که اگر درست محاسبه بشه و ایام کبیسه دقیق محاسبه بشه، توی تقویمی که ما الان با نوروز شروع میکنیم، بله. این حدود 10,000 سالش 1 ثانیه است. خب جناب پروفسور خیلی ممنون، اطلاعات خیلی خوبی ازتون دریافت کردیم.
دوست داریم که یه تبریک عیدم از زبان شما بشنویم، این شما و این هم دوربین ما. امیدوارم ما از طبیعت درس یاد بگیریم، همگام با طبیعت باشیم و مطابق اون دعای خاص نوروزی که به نظرم یکی از قشنگترین دعاهاست که فرادینی هم هستش، یعنی همه ادیان، هیچ دینی نیست که نخواد بگه که خدایا حول حالنا الی احسن الحال. انشالله احوال هممون خوش باشه. ممنون. مبارک باشه بر مرسی. همه عید نوروز ممنون. و نو شدن بهار. انشالله دلاتون نو باشه. ممنون. منم مجدد خدمت شما و خانواده محترمتون عید تبریک میگم. آرزو دارم که سال بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.